بعد از استرس چرا بدنم از پا میافته؟ تو تنها نیستی. حدود 30% از آدم‌ها بعد از مواجهه با شوک‌های استرسی دچار خستگی مزمن و اختلال خواب میشن. استرس مزمن باعث ترشح مداوم هورمون فرار و بقا میشه، همون کورتیزول. و وقتی طولانی مدت سطح کورتیزول بالا بمونه دیگه باعث آسیب به بدن میشه و میتونه باعث خواب بیکیفیت، خستگی مزمن، بالا رفتن قند خون، مشکلات گوارشی مثل نفخ، یبوست و حتی ریفلاکس بشه. بدن برای مواقع خطر طراحی شده، اما نه برای استرس های مداوم. و وقتی طولانی بشه سیستم بدن فرسوده میشه. برای بازگردوندن تعادل به بدن 6 راهکار علمی واقعا موثر وجود داره که توی کپشن بهت میگم. اما قبلش تو بهم بگو برای مقابله با استرست چه کار کردی که واقعا نتیجه گرفتی؟ توی کامنت ها بنویس تا بقیه هم از روشت استفاده کنن.